الان تعزیه ها برای مردم شده یه درد و سر. از یک جهت مصیبت مرگ داره و از طرف مصیبت پذیرایی داره. ظهر آماده کنه، شام آماده کنه، نه یک نفر و نه 10 نفر و نه 50 نفر، نه یک روز و نه چند روز. این کاملا خلاف شریعته. حرام است و بدعت است که خانواده میت غذا پخت کنند و خوردن چنین غذایی نیز حرام است. این نه فتوای من است و فتوای دین است. سنت چیه؟ جایی که شخصی گرفتار مبتلا شده به مرگ عزیزی، اطرافیان حداقل باید بار سنگینش رو سبک کنن، تسلای خاطرش بشن و از جمله تسلای خاطر این که برای خانواده غذا پخت کنن که این چند روز مسکین که دست و دلی هیچ